برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد باج به ساحه معارفی ولایتی سوخت 950 تن آرد و بیش از 60 تن روغنی رستنی کمک غذایی نمود. این کمک با مبلغ گذاری فدراسیون روسیه به ولایت دسترس شده. مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه‌های دوردست را در دایره برنامه غذایی مکتبی با این نوع مواد خوراک تامین خواهد کرد. امروز سنه 2 نوامبر نماینده و دیرکتور برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان ادهم مسلم، کنسول گنرالی فدراسیون روسیه در ولایت سوخت اندری وارلاموف و سردار ریاست معارفی ولایت آسیم کریمزاده در یکی از انبار نگهداری اردو روغن جمع آمده از صفت و مهلت نگهداری این مواد خوراک دیدن کردند. مسئولین تاکید کردند که از این کمک بیشتر خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسه‌های تعلیمی دهات و ناحیه‌های ولایت برخوردار می‌شوند. هدف فرا گرفتن خوانندگان با خوراک گرمی مکتبی یک وقته محسوب می‌شود. همه مؤسسه‌های تعلیمی از این کمک‌ها استفاده می‌برند و برای خوراک گرمی مکتب بچگان صرف کرده می‌شود. من باید در همین جا کمک و دستگیری پدر و مادران مؤسسه‌های تعلیمی ما رو علاوه قید کردنی هستم که با کمک بشردوستانه بانک عمومی جهانی آنها هم کمک می‌رسانند و در یک جایگی ما می‌توانیم با خوراک گرم سرغذا خوانندگان خود را خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسه‌های تعلیمی را تامین نماییم. سال جاری حدود 450,000 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی کشور محصلین صنف‌های از یکم تا چهارم با خوراک گرمی سرغذا یا دیگر خوراک‌های ملی که با کمک برنامه آذوقه‌واری جهانی تیار کرده شدند تامین گردیدند. در حدود ولایت سوخت باشد برنامه غذایی مکتبی 620 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی را در 15 ناحیه فرا گرفته است. بنا به اطلاع مسئولین حالا در عموم 164,000 خوانندگان صنف‌های ابتدایی با خوراک گرمی مکتبی یک وقته تامین گردیدند. نماینده و دیرکتور برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان ادهم مسلم هنگام صحبت با ما گفت که برنامه غذایی مکتبی کلانترین برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد به شمار می رود که در جمهوری تاجیکستان عملی گشته ایستاده است. And the role of the World Food Program is to هدف خود برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد همین است که در آینده همین برنامه غذایی مکتبی ملی کنونده می شود و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی که باید عملی کرده شود. این یکی از هدف‌های اساسی برنامه آذوقه‌واری است و البته برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد یعنی که در جمهوری تاجیکستان یعنی فعالیت خواهد کرد و برای عملی گشتن عملی شوی با موفقیت همین برنامه تمام کمک‌هایی که لازم است به حکومت میرساند. as a success. بنا به اطلاع کنسول گنرالی فدراسیون روسیه در ولایت سوخت اندری وارلاموف در دایره برنامه غذایی مکتبی برای سالهای 2020 و 2021 10 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. این برای یک سال 5 میلیون سومانی راست می آید. برنامه نزدیک 2000 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی در 52 شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان را در بر میگیرد. اندری وارلاموف میگوید برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد از سال 1999 این جانب در یک جایگی با حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه غذایی مکتبی را در این کشور عملی کرده ایستاده است. Вы знаете, я хочу сказать, что между Таджикистаном и Россией сложились уже исторически очень теплые отношения, особенно с учетом дружбы наших президентов. Поэтому, если говорить именно конкретно о этой программе, конечно, мы очень часто получаем благодарственные письма и отзывы от родителей за поддержку, которую Российская Федерация оказывает детям Таджикистана. Вообще в Таджикистане очень тепло относятся к России, и мне кажется, наверное, это наш самый близкий, дорогой союзник. برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد تشکیلات بزرگترین بشردوستانه جهانی بوده حیات آدمان را در حالتهای فوق‌العاده نجات می‌دهد. همچنین آینده استوار اهالی را از نزاع، آفت‌های طبیعی و تاثیر تغییریابی اقلیم پیشگیری و برقرار می‌کند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.